گپ زنم خلاصه همه کی در تاجیکستان قاعده راهروی را یعنی که بررسی تراویل دروش نتیجه میگن اینا همین پیش خدا نه که رعایت نمیکنن نمیدونن برای همین اگر در صدمه که همون راننده همون پیش خود از زد در کدام حالتی که نباشد یا در گذرگاه باشد یا که بیرون از گذرگاه باشد باید جواب گوید. برای چی؟ برای آن که بیان نمیدونن نمیدونن. اگر ما همین جوابگری همین رانندگاه برداریم یعنی که نکنیم همین کار بگیم نه باید جای نیوستانول مثل گذشت و زد باید همون پیش خود گناهکار این نادرسته درمان نمیشه. برای چی؟ برای آن که ولی با آن درجه معنویتی بلند ندارن مردم نمیفهمن فایده راه گذری چراغت نمیدونن چراغت سبز سرخ گذشته رفته اینا نمیکنن اینا نمیفهمن وای میگه که برای چی نمیگذری اوج سرخ که میگه که این رای منه خب پیش خود هست که برای من نمیفهمم اگر ما حاضر همینه ما کریم میکنه این هر روز باید فقط همین راننده ها همین آدم چه خیلی گذشته رفتن میگیرن این شهری جای نادرست است اگر عیبی پیش خود باشه باید که جوابگری با پیش خود بشکنه شد اگر وقتی که جایی که پیش خود است میزگرم عیبی راننده رعایت نمیکنم عیب جای فورات بیتون موندگان با تو بیتون میپرد گذشته رفته است Вот, harbi telefon bana sağlıyor. Öyle çünkü güzel şarkı, pişkin mas mebel detayı müşkil var. Şaka çok. Var çok şekil yapıyor. Yakın bir şaşmanca mı ister? همین پیش خود وقتی که فایده را بیان میکنه باید نمی پیش خود خودش جوابگری چه پیش خودش بده. من فهمیدم اگر اون برای که همین پیش خود مثل باید فایده را بیان کرد جوابگریش میشه کنید جواب بسری راننده ما اهمیت دادیم که قایم پیش بسیاری حوالی ها درشتی پیش خود میشود پیشکنش نمیرده پادزه میخود کردگیم پادزه میخود کسی نمیگذارم بولوی راه کسی میگذارم دولتی دیگه باشم میخواد جریمه شد میکنه اینجا مثال گفت اگر یک صدمه شوه از صدمه شو بدیسی دینامت راننده نکی توجه که ما رستیگه و نمیفهم برایش که پیش خود موندگی با موبایل را میگذاره با حباتک با پادزه میخود نمیگذاره همیش موزکی هم با پادزه میخود با پیش خود درست همین ما در قانون همین نوتوری دیدیم وقتی که ای طرفی برای مخصوص جوها هستن برای پیاده‌گردو همین که رعایت نکرده گذاشتن اونجا باید پیاده‌گرد جواب شد من پیستم من حاضر گذاشتم حاضر یک ماشین اومده که ماشین میزد اونجا ای پیشخود شد ای پیاده‌گرد برای پیاده گذاشتن مخصوص جوها هستن باید همون تکسان تمام